هر کی تو تاریخ کارش گیر کرد یا علی گفت حل شد. هر کی باور کنین. شما نگاه کنید، هم روایات هست هم داده های تاریخی. نوح یا علی گفت کشتیش آرام گرفت، ابراهیم یا علی گفت آتیش نجات پیدا کرد، اسماعیل یا علی گفت نمیدونم خدا چی مقدر کرد، بیبی ما یا علی گفت سیلی خورد، یا علی گفت لگدش زد.